من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين في حفظه تحلو الأمور ما خاب من يرجو المعين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين بدلائل النور المبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. الذين يلمزون المتطوعین، این منافقین خودشون هم خرج نمی کردند، کسانی که در راه خدا خرج می کردند هم اونها را مسخره می کردند. در همین غزوه تبوک حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه بعضی میگن 100 اوقیه داد، بعضی میگن 4000 درهم داد، بعضی گفتن 8000 درهم، عدد مختلف است. به هر حال مبلغی درشتی بود، آورد، همه دیدن، خدمت رسول الله تقدیم کرد. منافقین مسخره کردن، ببین این خودش را داره نشون میده که ما داریم خرج میکنیم. اینو متهم کردن به ریا، به نشان دادن. یکی دیگه آمد از صحابه، اون عرض کنم که 100 وسق داد. 100 وسق زیاد هست، 100 وسق خرما، هر وسقی تقریبا 60 کیلو هست. لذا وقتی که اینها را داد، اون هم مسخره کردند، چیزی دیگه بهش گفتند. یکی دیگر از صحابه فقیر بود به نام ابو عقیل انصاری. این ابو عقیل انصاری تقریبا 2.5 کیلو خرما که 1 صاع نیم صاع بود، این مقدار خرمای خشک بود، اونا رو تو یک کیسه کرد و آورد تقدیم کرد. اینا باز مسخره کردن، گفت این جنگ فقط مونده بود که همین خرماهاش را بیاره، اگر این نمی آورد دیگه تجهیز نمی شد، خرماهایت به کجا ما را می رسوند. این هم مسخره کردند. این صحابی بعدن گفت که من دیشب تا صبح برای کسی کار کردم، به من عرض کنن که 5 سیر داده، سیر اون زمان، من 2.5 را آوردم، نصفش را برای خونم نگه داشتم، نصفش را در راه اسلام آوردم. همون برایش ارزش داشت و برای الله هم ارزش داره. یعنی کل کار کرد و کل سرمایش که کار کرده نصفش را در راه خدا آورده، ولو اینکه خرماهای خشکی باشه. لذا الله اینقدر پسندید، اینقدر اخلاص اینها را و خلوص دل اینها را الله پسندید که منافقین را الله سرزنش کرد، شما چرا این بندگان مرا مسخره میکنید؟ الله می فرماید الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین، آنانی که طعنه میزنند، عیب جویی میکنند در آن مؤمنینی که تطوع میکنند، صدقه میکنند. المتطوعین فی الصدقات، صدقات نفلی میدن. والذین لا یجدون الا جهدهم، و همچنین طعنه میزنند، مسخره میکنند آن مخلصینی را که لا یجدون، نمیابند، الا جهدهم، مگر به اندازه توان و جهد خودشان، توان خودشون. 2 کیلو خرمای خشک است، توانش همینه. فیسخرون منهم، الله می فرماید اینها به این مخلصین مسخره می کنند. سخر الله منهم،
الله نتیجه مسخره را به اونها میده. سخر الله منهم، خدا اونها را مسخره میکنه به این معنی که جزای مسخره را بهشون میده. جزای مسخره چیه؟ ولهم عذاب علیم، برای آنان عذاب دردناک است، عذاب بسیار دردناکی. و الله عزوجل حتی به پیغمبرش میگه این منافقین که مخلصین را چنان تمسخر میکنن، دین خدا را و رسول خدا را، ای پیامبر حتی اگر شما برای اینها استغفار رو بطلبید، از خدا معافی بطلبید، خدا اینها را نمی بخشد. استغفر لهم او لا تستغفر لهم، الله می فرماید که استغفر لهم، برای اینها مغفرت بخواه، او لا تستغفر لهم، یا مغفرت نخواه، سواء علیهم، برابر است، چه بخواهی چه نخواهی. ان تستغفر لهم 70 مرة، اگر شما استغفار بطلبید برای آنان 70 مرتبه، 70 مرتبه. پس من قبلا خدمت شما عرض کردم که عدد 70، عدد 100، این اعداد کنایه از کثرت هستند. 70 یعنی زیاد، کنایه از کثرت هستند. این که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم می فرماید من در هر روزی 70 بار استغفار می خوانم، یا در روایت دیگه 100 بار استغفار می خوانم، منظور این نیست که 70 تا، نه 71 تا، نه 69 تا، 100 یعنی 101 نه، بلکه کثرت زیاد. این عدد کنایه است از کثرت. این که مثلا می آید، بنده استنباط کردم که بنی اسرائیل در یک روز 70 پیغمبر کشتند یا 70,000 پیغمبر شهید کردند، اینم کنایه از کثرت است، یعنی خیلی زیاد. پس این اعداد برای عدد خاصی مشخص نیستند، کنایه هستند از کثرت. یعنی به کثرت اگر ای پیغمبر شما برای اونها مغفرت بطلبید، فلن یغفر الله لهم. حتی رسول الله به حضرت عمر رضی الله تعالی عنه گفت که اگر من میدونستم بیشتر از این بخوانم برای اینها مغفرت بطلبم خدا میبخشد، بیشتر کردم، چون رسول الله صلی الله علیه وسلم نسبت به این امت رؤوف بود، مهربان بود، دلش میخواست همه نجات بیابند، ولی الله عزوجل بندگان خودش را بهتر میشناسد. لذا الله میفرماید ذالک بانهم، این علت است، علت عدم مغفرت. ذالک بانهم کفروا بالله و رسوله، این به سبب این است که آنان کفر کردند به خدا و رسول خدا، انکار کردند، در دل اینها ایمان و اعتقاد ندارند. والله لا یهدی القوم الفاسقین، خداوند چنین قوم فاسقی را هدایت نمی کند، چنین قومی که از دین خارج هستند. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله و کرهوا ان یجاهدوا باموالهم و انفسهم. اینجا زجر و سرزنش است باز هم بر تخلف منافقین. عرض کردم تقریبا تا اواخر این سوره بحث تبوک است، جریان تبوک است. مخلفون به اون منافقین میگویند که خودشون را از جنگ عقب کشیدند، به جنگ نرفتند، بعداً شادمان در خانه هایشون در مدینه طیبه ماندند، هوا خیلی گرم بود و حتی به دیگران میگفتند نرید زیاد گرمه، شما چطور طاقت میارید گرما را؟ الله عزوجل جواب دندان شکنی داد. الله فرمود آتش جهنم گرمتره. اگر هوای تبوک گرمه، رفتن به سوی تبوک گرمه، آتش جهنم گرمتره. لذا این گرچه برای منافقین گفته شده موضوع جهاد است، اما خیلی احکام را ما هم عذر میاریم، عذر گرمی میاریم. بعضی ها روزه نمیگیرن، میگه گرمه. لذا برای اونها هم همین جواب. باید انسان از گرمی سختتری و شدیدتری انسان خودش را برهاند. دین اسلام
دین تکلیف است، انسان مکلفه، باید برداشت بکنه هر چی که از طرف الله عزوجل است. الله می فرماید فرح المخلفون، خوشحال شدن مخلفون. فرح به معنی خوشحالی هم است، به معنی غرور هم است. آنهایی که از جنگ عقب ماندند، به مقعدهم خلاف رسول الله، خوشحال بودن به نشستن اینها خلاف رسول الله، که رسول الله به تبوک رفت و اینها در جهت مخالف نشستند. و کرهوا ان یجاهدوا باموالهم و انفسهم، نپسندیدند این که جهاد کنن با مال و جانشان به دلیل کفر و آرام طلبی. اینا آرام طلبی را دوست دارن، کفر را دوست دارن، با مال و جانشان در راه الله. این مرضشان هست، ضلال، مرض اول، خودشون گمراه بودند. و قالوا لا تنفروا، مرض دوم است اضلال، یعنی دیگران را هم گمراه کردند. و قالوا لا تنفروا فی الحر، آنان به دیگران گفتند در حر نرید، در گرما نرید، نروید که گرم هست. الله می فرماید قل نار جهنم اشد حرا، به آنان بگو که آتش جهنم سخت‌تر است از نظر گرما. لو کانوا یفقهون، کاش میدانستند، کاش میدانستند که جهنم سخته. اینها نشستن تو خونه هایشون قهقه میکنند، میخندند، مسخره میکنند که بقیه رفتم ما نرفتیم. فلیضحکوا قلیلا، باید کم بخندند، اینقدر زیاد نخندند. ولیبکوا کثیرا، زیاد گریه کنند. یکی اینه که فلیضحکوا قلیلا انشاء هست به معنای خبر، انشاء یعنی امر است، به معنای خبر است. خدا داره خبر میده اینا این همه میخندند، الله داره پیش بینی میفرماید، پیشگویی میفرماید که خنده های اینها که اینجا اینقدر میخندند در مقابل اون گریه ها که آخرت میکنند خیلی کم است. امر هست، دستور هست، ولی به معنای خبر است. فلیضحکوا یعنی اینها اندک میخندند در دنیا، هر چقدر میخندند، شب و روز میخندند، ولی بازم اندک میخندند. ولیبکوا کثیرا، اونا زیاد گریه میکنند، چون اونجا به بلای گرفتار میشن که شب و روز آه و ناله و زاری هست. جزاء بما کانوا یکسبون، این جزا و پاداششان هست، کیفر اعمالشان هست. بما کانوا یکسبون، به سبب آنچه که کسب کردن. چی کسب کردن؟ کفر، نفاق، تخلف الجهاد. اما بعضی ها به این معنی هم کردن که باید کم بخندند و بیشتر گریه کنند به خاطر این عرض کنم نفاقی که دارن، اما با جزاء بما کانوا یکسبون زیاد هم خانی ندارد. خبر به معنی انشاء، انشاء به معنی خبر بهتر در میاد. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج، از این به بعد معامله با منافقین را الله عزوجل مشخص کرد که ای حبیب من، اگر شما برگشتید و باز برای معرکه دیگه، برای جریان دیگه میخواستید برید، اینها وقتی که میخواستن با شما بیایند اجازه ندید به اینها را دیگه با خود همراه نبرید. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم، اگر خدا شما را برگردان به گروه از آنان شما مواجه شدید، فاستأذنوك للخروج، آنان اجازه گرفتن برای خروج با شما، فقل لن تخرجوا معي ابدا، هرگز با من خارج نشوید، ولن تقاتلوا معي عدوا، و هرگز با من نجنگید با هیچ دشمنی. چرا؟ دلیل انکم رضیتم بالقعود، همانا شما راضی شدید بالقعود، بنشستن مثل زنها، اول مرت،
بال اول اون وقت که وقت تبوک بود، لذا از این به بعد اجازه نداری با ما بیایید. فقعدوا مع الخالفین، با خالفین، اینایی که پشت سر میمانند با اینها بشینید. دیگه شما مجاهد نیستید، شما جنگجو نیستید، شما بشینید، کار شما خونه نشستن هست، دیگه با خود همراه نبرید. ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا. باز هم روش معامله رسول الله با منافقین. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میخواست بر ابن ابی، عبدالله ابن ابی، کسی که بیشترین دشمنی ها را با رسول الله صلی الله علیه وسلم انجام داد، این بدبخت مرد. بعد از این که مرد، فرزندش که هم اسمش عبدالله بود، صحابی مخلصی بود، رسول الله را خیلی دوست داشت و شمشیر کشید برای پدرش صرفا به خاطر رسول الله و از پدر اعتراف گرفت که پدر بگه که رسول الله عزیز هست و من ذلیلم. همون در جریان لا یخرجن الاعز من الاذل. لذا این پسرش دلش سوخت برای پدر، دیگه عاطفه پدری میدونیم همه ما. این پسر تصور کرد که این پدر بیچاره میره جهنم، میره تو آتش میسوزه. لذا آمد خدمت رسول الله خواهش کرد که یا رسول الله شما بیایید بر اون نماز بخوانید. رسول الله آمادگی کرد بره نماز بخواند. آن حضرت هم دلسوز بود، خیرخواه بود، نه اینکه میخواست نماز بخواند، که آن حضرت پیراهن خودش را و رداء خودش را که به عنوان پیراهن استفاده میکرد داد که ببرند او را کفن بکنند. حضرت عمر فاروق گفت یا رسول الله شما برای جنازه این تشریف نبرید، این منافق است. رسول خدا گفت به من خدا اجازه داده، همون که خواندیم استغفر لهم او لا تستغفر لهم، به من اختیار داده، اجازه داده نه، اختیار داده که من برای اونها مغفرت بخواهم یا نخواهم. این اختیار را به من خدا داده، لذا من از این اختیار استفاده میکنم، میرم میخوانم. پیغمبر خودش را هم میخواست تسلی بده، فرزندش را هم میخواست تسلی بده، بقیه با خدا است. لذا گفت من میرم میخوانم. عمر فاروق هر کاری کرد رسول الله قانع نشد. بعضی میگن رفت خواند بعدن این آیه نازل شد، بعضی میگن نه نخواند، نازل شد دیگه نرفت نخواند. علی ای حال این پیغمبر چقدر شفیق است، چقدر مهربان است، کسی که بیشترین ضربه ها را از او دیده و از جماعت او دیده، بازم الان که مرده دلش میسوزه براش. الله می فرماید ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا، شما نماز نخوان بر هیچ یک از اینهایی که مرده، از این منافقین. ابدا، ابدا مفعول لا تصلی است، لا تصلی ابدا، هرگز نماز نخوان. ولا تقم علی قبره، بر قبرش نایست. ولا تقم علی، بر قبر چرا می ایستند؟ برای دفن کردن و استغفار، دعا خواستن. بسیاری امروز میگن که دعا بعد از دفن ثابت نیست. دعا بعد از دفن، رسول اکرم صلی الله علیه وسلم هم دعا کرد برای کسی که او را دفن کردند. درسته اون پرسه و تعزیه اونجا دعا ثابت نیست، دعا هست اونجا هم ثابت هست، اما بدون دست بلند کردن. پیغمبر همینطور دعا کرد خداوند مرده شما را ببخشد، خداوند غریق رحمت کند، خداوند در بهشت جای بدهد، خداوند دار آخرتش را از دنیایش آبادتر بکند. اونجا هم دعا کردن برای تسلی، اما دست بلند نکردند. اما اینجا بر قبر چرا می ایسته؟ از اینجا از اشاره این آیه معلوم میشه که پیغمبر می ایستاد که برای مرده استغفار میخواست از خدا، مغفرت میخواست، دعا میکرد.
پس این نیست که بگیم هر جا دعا نیسته، نه، خیلی جاها دعا ثابت است. لذا الله می فرماید ولا تقم علی قبره، برای دفن و استغفار بر قبرش نایست. چرا؟ انهم کفروا بالله و رسوله، همانا آنان کفر کردن به خدا و رسول خدا، و ماتوا و هم فاسقون، آنان مردن در حالی که فاسق بودند، یعنی خارج از دین، کافر بودند. لذا این که کافر است برای او نباید نماز بخوانی. ولا تعجبک اموالهم و اولادهم، باز تخویف دنیوی، اینا که مال و ثروت و همه چیز منافقین دارند و به اصطلاح شکوه و عظمت دارند، الله اینها را آخر به روز سختی گرفتار می کند. شما را در تعجب واقع نکند مالشان و اولادشان. انما یرید الله ان یعذبهم بها فی الدنیا، جز این نیست که الله می خواهد به وسیله همین مال آنان را عذاب بده در دنیا. و تزهق انفسهم و هم کافرون، روحشان تزهق انفسهم، جانشان را بگیرد، روحشان را بگیرد در حالی که کافر باشند. یعنی وقتی که مغرور مال باشه، بلا نسبت مست مال باشه، این تا آخر دیگه در همون مسیر هست، آخر با کفر میمیرد. و اذا انزل سورة ان آمنوا بالله، این منافقین را بار بار دعوت میدادن به سوی ایمان، به سوی جهاد. اما و اذا انزل سورة ان آمنوا بالله، هرگاه سوره نازل میشد که ایمان بیاورید به خدا، و جاهدوا مع رسوله، با رسولش جهاد کنید. استأذنک اولو الطول منهم، اونایی که قدرتمندند، اونایی که توان دارند، اونها از شما اجازه میگیرند ای پیغمبر، در حالی که توان مالی هم داره، توان جانی هم داره. و قالوا ذرنا نکن مع القائدین، میگویند ما را بگذارید با همین هایی که تو خونه ها نشستند با اونها بشینیم. الله میفرماید رضوا بان یکونوا مع الخوالف، اینا راضی هستند که بشینند با خوالف، باشند با خوالف. خوالف جمع خالفه هست، یعنی زنهای خانه‌نشین، النساء المتخلفات عن الجهاد، اون زنهایی که پشت سر ماندن، نتونستند. بعضی از زنها هم به جهاد میرفتند برای خدمت، لذا با اونها میخوان بشینن. و طبع علی قلوبهم، بر دلشان مهر زده شده، فهم لا یفقهون، اینها نمیفهمند، حق را متوجه نمیشن. خب بعد از این سرزنش که برای منافقین بود، مجدد بشارت است برای مؤمنین. الله می فرماید لکن الرسول والذین آمنوا معه، اما رسول خدا و آنانی که ایمان آوردن با رسول الله، آنانی که از ته دل با خلوص ایمان دارند، جاهدوا باموالهم و انفسهم، آنان با مالشان با جانشان جهاد میکنند در راه الله. و اولئک لهم الخیرات، این گروه برای آنهاست خیرات، تمام خوبی ها، تمام محاسن، خوبی های دنیا و آخرت برای آنهاست. و اولئک هم المفلحون، این افراد رستگار هستند، افراد کامیاب هستند. اعد الله لهم جنات، این بیان خیرات است که اونها چه خیری خدا برایشون آماده کرده. اعد الله لهم جنات، آماده کرده الله برای آنان جناتی که تجری من تحتها الانهار، جاری هست از زیر درختان و کاخاش نهرها، خالدین فیها، همیشه در آن جنات ماندگارند. ذلک الفوز العظیم، این رستگاری عظیم است. عنایت بفرمایید از اشاره این آیه ما استنباط میکنیم، استدلال میگیریم که خاتمه اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم با ایمان بوده، برخلاف اونه که بعضی متاسفانه میگویند از
ایمان برگشتن، از دین برگشتن، گروه اندک ایمان. نه خیر، خاتمه ایشان قرآن میگه با ایمان بوده. چطور؟ همین آیه را بررسی کنی، لکن الرسول والذین آمنوا معه، هم شامل رسول است و اونهایی که ایمان داشتن به رسول. آمنوا معه جاهدوا باموالهم و انفسهم، در غزوه تبوک 30,000 نفر بودند. جاهدوا باموالهم و انفسهم، آیات درباره تبوک است. همه اصحاب بودند، همه اصحاب همراه بودند. الله می فرماید که اعد الله، خدا برای همینها آماده کرده. خدایی که عالم الغیب هست، نسبت به آینده میداند، برای این اصحاب، برای این مجاهدان در رکاب رسول الله چی آماده کرده؟ بهشت را آماده کرده. پس این بیانگر این است که خاتمه اینها با ایمان بوده. قرآن داره میگه، استنباط و استدلال از قرآن هست. و جاء المعذرون من الاعراب لیؤذن لهم، بعض هم زجر بر گروه دیگر از منافقان، اعرابی ها، چون که نفیر عام وقتی که شد، اعلام شد همه به تبوک میریم، هم مدینه، اطراف مدینه. بعضی از اعرابی ها بودند، بعضی از روستایی ها بودند که آمدند. جاء المعذرون، معذر میگن اونی که عذر ندارد اما برای خودش عذر می تراشد، بهانه، کسانی که بهانه میارند، یعنی اصل عذر نداره ولی بهانه میاره. اون بهانه بازها، به اصطلاح بهانه گیرها آمدن. من الاعراب، از اعرابی ها، جنگلی ها، لیؤذن لهم، تا که بهشون اجازه داده بشه. وقعد الذين كذبوا الله ورسوله، اینها میخوان بشینن با اونهایی که به خدا و رسول دروغ گفتند. چطور دروغ گفتند؟ در اظهار ایمان بنویسید. گفتند ما مؤمنین ولی دروغ گفتند، مؤمن نبودند، لذا اینها با اونها بشینند. الله میفرماید سیصیب الذین کفروا منهم، ان قریب به آنان میرسد از جانب الله عذاب علیم. آنانی که کفر کردند از آن منافقان، به آنان عذاب دردناک میرسد. اما در این بین بعضی صحابه بودند واقعا معذور بودند. دو نوع معذور داشتیم. بعضی معذورها بودند که ضعیف بودند، ناتوان بودند، پیر بودند، کهنسال بودند، و بعضی مریض بودند، بر بستر و رختخواب بیماری افتاده بودند. یکی این گروه معذورین هست. گروه دیگر معذور سالم بودند ولی امکانات نداشتند. 7 نفر را ذکر کردند از صحابه فقیر، نادار، حتی الاغی برای سوار شدن نداشتند. 600 کیلومتر چطور پیاده برند؟ لذا آمدند و منتظر شدند تا به اونها سواری مرکبی گیر میاد. خدمت رسول الله در مسجد النبی بودند. هرچی که صحابه می آوردند، اسب می آوردند، شتر می آوردند، رسول الله تقسیم می کرد بین کسانی که باید بروند و میداد تا بروند. اینها آخر تقسیم شد، برای این 7 نفر چیزی نماند. اینها گریان برگشتند، چشمشون اشکبار شد و دلشون سوخت که اینها نداشتند به این جنگ همراهی بکنند، در کنار رسول الله باشند. الله عزوجل از اینها تعریف می کند. اینها ببینید از نظر ظاهری عددی نبودن، کسی اینها را نمیشناخت، حتی امروز ما هم اسمشون را نمیدونیم. اما اخلاص را ببین که اینها قدمی بر نداشتند، شمشیری نزدند، تومنی خرج نکردند، فقط در دل میخواستند برند. امکانات فراهم نشد، آه دلشون بلند شد، با آه سرد
با چشمان اشکبار برگشتند. که برگشتند، الله عزوجل این اخلاص را پسندید، این محبت را الله پسندید، از اینها تعریف کرد، در قرآن برایشون آیه ذکر کرد تا قیامت تلاوت میشه. لذا عمل ولو اندک باشد، برای خدا باشد، مقبولیت پیدا می کند. الله می فرماید ولا لیس علی الضعفاء، نیست بر ضعیفان، آنانی که ضعیف هستند، ولا علی المرضى، و نیست بر مریضان، ولا علی الذین لا یجدون، و نیست برای آنانی که نمیابند ما ینفقون، آن چیزی که خرج کنند در راه خدا، نیست برای اینها حرجی در نشستن، برای اینها حرجی و مشکلی نیست که در خانه هاشون بسینند. اذا نصحوا لله و رسوله، زمانی که اینها ناصح دین خدا و رسول باشند، خیرخواه باشند. ما علی المحسنین من سبیل، الله می فرماید نیست بر این مخلصان هیچ نوع عتابی. سبیل به معنی عتاب، سرزنش، راهی برای سرزنش اینها نیست، اینها معذورند. والله غفور رحیم، الله نسبت به اینها غفور و رحیم است. اینا زیاد بودن، اینا که نتونستند، همه را الله ذکر کرد. اما اونهایی که بعداً آمده 7 نفر بودن، اینا آمدن خدمت رسول الله، گفتن یا رسول الله ما تمنا داریم همراه بشیم. رسول الله فرمود صبر کنید. صبر کردن، منتظر، روزها طول کشید، آخر چیزی گیرشون نیامد، گریان برگشتن. الله اینجا اونها را ذکر می فرماید ولا علی الذین اذا ما اتوک، و نیست بر آنانی که وقتی که پیش شما آمدند، لتحملهم، تا که آنها را حمل کنی بر سواری، تا که به اونها مرکب بدی، سواری بدی. قلت لا اجد، تو ای محبوب من، ای پیغمبر من گفتی لا اجد، من نمیابم، سواری نیست که به شما بدم. لا اجد ما احملکم علی، نمیابم آنچه که شما را حمل کنم بر آن. اینا چی کار کردن؟ تولوا، الله می فرماید اینها برگشتند. و اعینهم تفیض من الدمع، چشمایشان جاری بود از اشک، از چشمایشان اشک جاری بود. چرا؟ حزنا الا یجدوا ما ینفقون، از غم این که نیافتند آن چیزی که خرج کنند در راه الله. دلشون جوش میزد که ما نداریم در راه خدا خرج کنیم، لذا که نداشتند حسرت میخوردند. گاهی حسرت و آه کشیدن، گاهی حسرت و آه کشیدن انسان را به جای میبرد که کسی که صاحب همون توفیق هست هم به اونجا نمیرسد. گاهی افرادی را میبینیم که الله بهشون داده، در راه الله خرج میکنند. شمایی که ندارید، شما میبینید اون چه نیکی میکنه، چقدر خرج میکنه، آهی میکشی. چرا آه را میکشی؟ این در دل این تمنا را پیدا میکنی کاش من هم این توفیق را داشتم. امکان داره این آه تو به جایی برسد که خرج او نرسیده. در بعضی از واقعات آوردند که یک شخصی خیلی پایبند نماز بود، یک آدم ساده ای بود. یک روزی دوان به نماز جماعت آمد، به نماز جماعت آمد تا در مسجد رسید، نماز تمام شد. نماز که تمام شد گفت یک آهی کشید، از ته دلش سوخت، به جماعت نرسید، خیلی بر او سخت شد. باید مؤمن اینطور باشد، هر نیکی از او فوت شد باید دلش درد بگیرد، لذا آه کشید. میگوی یک صاحب حالی بود در همین مسجد که او دید این آهش به کجا رسید، او شنید این آه را که از اعماق دل هست.
و او متوجه شد که فوراً آمد از مسجد بیرون. گفت این کی بود که آه کشید؟ گفت این آقا بود. گفت من آمادم با تو معامله بکنم. گفت چه معامله میخوای بکنی؟ گفت این نمازی که من با جماعت خواندم ثوابش را به تو میدم، همین آهی که از تو در آمد اینا به من بده. اون گفت که نه من معامله نمی کنم. اونم متوجه شد که این آه به پیش خدا رفت. لذا اینها نداشتند، آه کشیدند، اینها دلشون درد گرفت. لذا الله تعریف میکنه. الله که تعریف میکنه معلومه چه اخلاصی در اون دل بود، چه محبتی. الله میفرماید تولوا و اعینهم تفیض من الدمع. آنها برگشتن، چشمانشان اشک میریخت. چرا؟ حزنا الا یجدوا ما ینفقون، از این غم که آنها نیافتند خرج کنند در راه الله، مالی را که خرج کنند. لذا الله میفرماید بر اینها عتاب نیست، اینا ملامت نیستند، اینا بندگان خوب منند. ملامت چه کسانی هستند؟ انما السبیل علی الذین یستأذنونک وهم اغنیاء. جزی نیست که عتاب و سرزنش بر اون کسانی هست که از تو اجازه میگیرند در حالی که اغنیا هستند، توانگرند، هم توان جسمی دارند هم توان مالی دارند. اینها اجازه میگیرند، بهانه های پوچ میارند. الله میفرماید رضوا بان یکونوا مع الخوالف. دوباره تکرار شد این آیه، یک بار تکرار شد. اینا راضی هستند به این که بمانند با خوالف، با زنهایی که در خانه ها مینشینند. اما بعضی گفتن این تکرار برای تأکید است، بعضی گفتن نه، تکرار هم فایده داره. اون اولی در رابطه با تبوک بود خاصتا، اون اولی عام بود و این در رابطه با مخصوص تبوک است. اون برای هر کسی که از جهاد تخلف می کند، خودش را عقب می کشد از راه خدا، برای هر اون فرد بود که اون صفت را داشته باشد. اما این خاص کسانی که از تبوک ماندند. رضوا بان یکونوا مع الخوالف، اینها راضی شدن با زنهای که پشت سر ماندند بمانند. و طبع الله علی قلوبهم، الله بر دلهای اینها مهر زده. فهم لا یعلمون، اینها هیچ وقت نمیدانند، حقیقت را متوجه نمیشوند. صدق الله العظیم. الله ما را از نفاق و صفات اهل النفاق حفاظت بفرماید. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا سيد الأنبياء وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. پروردگارا ما را بر گناهها و اشتباهات ما مؤاخذه مفرما. پروردگارا ما را گرفتار نکن. پروردگارا بر ما چنان باری نگذار که ما تحمل او را داشته نباشیم، چنان امتحانی نیاور که ما در اون امتحان ناکام بشیم، مردود بشیم. اله العالمین، پروردگارا ما را در همه امتحانات کامیاب و موفق بگردان، در همه امتحانات دنیا، امتحانات آخرت. پروردگارا ما را چه امتحان مالی هست چه امتحان جانی هست، ما را موفق بگردان و از ما را از صفات نفاق
و اهل نفاق پاک بگردان. اله العالمین بر ما لطف بفرما، بر ما ترحم بفرما، بر ما فضل و احسان بفرما. اله العالمین پروردگار ما را از فتنه ها حفاظت بفرما، ما را از فتنه های این دنیا و اون دنیا حفاظت بفرما. پروردگار اله العالمین بر ما لطف بفرما، صفات اهل ایمان را، صفات مؤمنین و مؤمنات را در وجود ما پیدا بفرما. پروردگارا با این آیات کلام زیبایت در زندگی ما تغییر بیار، در زندگی ما تحول بیار، ما را اصلاح بگردان، ما را هدایت بفرما و ما را پروردگارا مستحق رحمتت و مستحق بهشتت بگردان. اله العالمین گناهان ما را بیامرز، اشتباهات ما را درگذر باش، قلم عفو را بر جرائم ما بکش مولا و از سر تقصیر همه ما درگذر بفرما. ماه جود است، ماه بخشش است، ماه لطف و کرم است، ما را ببخش. اله العالمین مشکلات ما را حل بفرما، مشکلات دینی را، مشکلات دنیوی را، همه نوع مشکلات را حل بفرما. مشکلات اقتصادی، مشکلات بازار، مشکلات اله العالمین خانوادگی، مشکلات ناامنی را حل بفرما. این ملک ما را و تمام ممالک را پروردگارا امن بگردان. پروردگارا اله العالمین از فساد و از خرابکاری و از فتنه ما را محفوظ بدار. اله العالمین رب بر ما لطف بفرما و ما را دچار فتنه ها نگردان، ما را گرفتار فتنه ها نگردان. امنیت و آرامشی داریم از ما سلب نگردان. پروردگارا امنیت را برای همه مسلمانان بیاور و ناامنی را به بلاد کفر انتقال بده. اله العالمین پروردگارا لطف بفرما. اله العالمین گذشتگان ما را غریق رحمت بفرما. اله العالمین تمام کسانی که از دست دادیم پروردگار روحشان را شاد بگردان، وسیله آزادی زندانیان فراهم بفرما. پروردگار بی اولادان را اولاد بده، اونی که اولاد داره صالح و نیک بگردان. پروردگار هر کسی هر حاجتی دارد از این بندگانت حاجتش را برآورده بفرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين في حفظه تحلو الأمور ما خاب من يرجو المعين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين بدلائل